بزرگترین سورپرایز مراسم سامر گیم فست امسال رونمایی از بازی رزیدنت ایول 9 با اسم رزیدنت ایول ریکویم بود. تریلر بازی با نمای از ساختمان FBI آغاز شده و مدیر این سازمان را می‌بینیم که در حال عبور از راهرو است و در همین حین دختر جوانی را می‌بینیم که در حال نوشتن یک گزارش درباره جنازه پیدا شده است. مدیر این سازمان نام این دختر را صدا می‌زند و ما می‌فهمیم که نام این مأمور FBI گریس اشکرافت دختر الیسا که در رزیدنت ایول اوتبریک بود است. مدیر از گریس می‌خواهد که او را در دفترش ببیند. در دفتر ما متوجه می‌شویم که ظاهراً یک جسد دیگر با همان الگوهای اجساد قبلی پیدا شده. مدیر از گریس که یک تحلیلگر حرفه‌ای است می‌خواهد که مسئول نظارت این پرونده باشد. در اینجا ما متوجه می‌شویم که نام مدیر نیتون دمسی است. مدیر پرونده را جلوی گریس گذاشته و اسم برین‌وود هتل را به زبان می‌آورد و ما متوجه می‌شویم که مادر گریس 8 سال پیش در این هتل کشته شده. در اینجا ما برای اولین بار چهره الیسا با گرافیک بالا را مشاهده می‌کنیم. اصلا فکرش را نمی‌کردم که روز یکی از کاراکترهای بازی اوتبریک را ببینم. از همین رو به نظر من الیسا نقش مهمی در داستان رزیدنت ایول ریکویم دارد. بعد از این شاهد فلش بک هستیم که در آن گریس به یک تخته بسته شده، یک سیروم به دست و یک بانداژ خونین زیر لباس او است. پس از این سکانس شاهد محیط های بازی از جمله یک راهروی تنگ که فکر میکنم بخشی از هتل برین‌وود است را مشاهده میکنیم و به نظر میرسد که یکی از محیط های ترسناک این بازی است. در یکی دیگر از سکانس ها یک شخصیت مرموز را میبینیم که چهرهش دیده نمیشود و به نظر میرسد که شخصیت منفی بازی است. در صحنه بعد شهر راکون سیتی را مشاهده میکنیم که بعد از انفجار بم تبدیل به یک شهر متروکه شده و به نظر یکی از لوکیشن های مهم بازی است. بعدش نمای از ایستگاه پلیس شهر راکون سیتی را میبینیم که کامل از بین رفته است. در ادامه تریلر ما یک موجود عظیم را مشاهده میکنیم که به نظر میرسد استاکر این بازی است و مثل نیمیسیس قرار است که دنبال ما را بیفتد تا ما را شکار کند. و در آخر تریلر تاریخ انتشار این بازی هم اعلان شد: 27 فوریه 2026.